امروز اویدی دوی حرف میزنیم که هر یکی ما حتما باید که آن را دانیم. این دعا با حق پدر و مادر وابستگی دارد و در آیت 24 سوره اسراء آمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ای پروردگار من، بر آنها ببخشای چنانچه مرا در خردسالی پرورش کردند. و در همین سوره در آیت 23 خداوند می‌فرماید که معنای آن سوره چنین است: و پروردگار تو حکم کرد که بجز خودش دیگری را عبادت مکنید و به پدر و مادر نیکوکاری بکنید. اگر یکی از آنها یا هر دو نزدیک تو به کلانسالی برسند، پس به آنها اوف مگو و بر آنها بانگ مزن و به آنها سخنی نیکو بگو. بعضی از مفسران این آیت یعنی آیت 24 سوره اسراء را معنی داد کرده گفتند که این وظیفه هر یک ما است تا این دعا را بخوانیم، زیرا خداوند به هر یک ما مراجعت کرده میگوید که بگو ربی ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ای پروردگار من، بر آنها ببخشای چنانچه مرا در خردسالی پرورش کردند. موعظه ها اوید این موضوع بسیار است و البته که ما از حق پدر و مادر آگاه هستیم، زیرا اوید این در حدیث ها و آیات های زیادی آمده است. لیکن صحبت امروزه ما این یادآوری برای من و برای شما است تا باز هم از حق آنها برای خود یادآوری کنید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که معامله خوب کردن نسبت پدر و مادر این یکی از درهای کلانترین به بهشت است. یعنی پدر و مادر ما میتوانند سبب داخل شدنمان به بهشت شوند و البته اینجا انتخاب از جانب خودی ما است. یا ما از این در استفاده میکنیم و به واسطه آن به بهشت میداریم، یا از آن در روی میگردانیم و آن را برای خود پوشیده میسازیم. همه ما حدیث مشهور از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را میدانیم که نفر نزد ایشان آمد و پرسید که از همه بیشتر سزاوار مهربانی زیاد کی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفتند که مادرت. بعد آن نفر باز پرسید بعد از مادرم کی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که مادرت. باز پرسید، باز گفتند مادرت. همین در 3 مراتبه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که مادرت و تنها در مراتبه 4 گفتند که بعد پدرت. و این حادثه های هست که هر یکی ما خیلی خوب میدونیم. باز یک حادثه دیگر که با یکی از صحابگان بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روی داده بود به خاطر می آوریم. وقتی که حضرت در مکه هنگام طواف نفری را دیدند که در پشت خود با مادر پیرانسالش طواف کعبه میکند، و مرد گفت ابن عباس، من از عراق همراه مادرم برای ادای حج آمدیم. از سبب آن که ما برای خود حیوان را برای سوار شدن گرفته نمیتوانستیم، من مادرم را در پشتم تا اینجا برداشته آوردم. اکنون بگو که آیا با این کار من پاداش مهنت او را داده توانستم؟ عبدالله ابن عباس در جواب به آن مرد گفتند البته این کاری تو خیلی عملی بزرگ است و خداوند انشاءالله برای این کارت به تو ثواب زیادی را خواهد نوشت. لیکن این عمل تو حتی به یک ذره مهنتی که مادرت برای تو کرده است برابر شده نمیتواند. و اینجا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گفتند که حتی یک ذره مهنتی که مادرت برای تو کرده است با این کاری تو برابر شده نمیتواند،
لیکن این کاری تو خیلی کاری بزرگ است و خداوند انشاءالله برای این کار برای تو ثواب زیادی خواهد داد. و اینجا مادر و فرزند را برابر کردن نادرست است، زیرا نیت این هر دو فرق میکند، کاملا فرق میکند. زیرا وقتی که مادر یگان کار برای فرزند خود میکند وای به همان خاطر میکند که فرزندش در آینده سالم باشد و به خوشبخت به وای رسد. لیکن وقتی که فرزند چیز برای پدر و مادر خود میکند و این را همچون یک وظیفه قبول میکند. وقتی که فرزند کلام میشود و خیال میکند که او باید که قرض خود را برای پدر و مادر خود یعنی که داده باشد و انتظار میشود که کی اونها از دنیا گذرند. یعنی مادر به همان خاطر میکند که فرزند او خرسند به وای رسد، لیکن فرزند وقتی که به وای میرسد هر کاری که میکند او گمان میکند که این وظیفه او است، یعنی که باید که او قرضش را به پدر و مادر برگرداند. باز یک حدیث مشهور دیگری را که ما همه خوب میدانیم آن است که پس از مرگ انسان نوشتن ثواب 3 چیز در نامه اعمالش به آخر نمیرسد و یکی از آنها این فرزندان صالحه و با ایمان می باشند. با گذشتن پدر و مادر، وقتی که پدر و مادر از این دنیا می گذرند و وفات میکنند، وظیفه فرزند است در حق ایشان دعا کند. یعنی که وقتی که پدر و مادر از دنیا می گذرند اینجا حال وظیفه فرزند نسبت به آنها به انجام نمی رسد. یعنی که حتی پس از آنه که پدر و مادر از دنیا می گذرند وای یعنی فرزند عهده‌دار است، وظیفه دار است که در حق پدر و مادر خود همیشه دعاگو باشد. و این معنای آن را ندارد که ما باید که انتظار شویم تا پدر و مادر وفات کنند و بعد ما در حق آنها دعاگو باشیم. نه، این هرگز این معنا را ندارد. ما می توانیم در حق آنها هنگامی که آنها زنده هستند دعاگو باشیم. از احوال آنها بیخبر نباشید و دعای زیرین را در حق ایشان فراموش نسازید. ربی ارحمهما کما ربیانی صغیرا. ای پروردگار من بر آنها ببخشای چنانچه مرا در خردسالی پرورش کردند. اینجا سلسله نوبتی دعاهای قرآنی را به انجام میرسانیم. اگر مهنت‌های ما برای شما پسند است و شما می‌خواهید که ما را دستگیری نمایید، پس حتما به شبکه ما در یوتیوب و فیسبوک ابونه شوید و موادهای ما را به دیگران نیز بفرستید تا اینکه آنها نیز مطالعه کرده باشند و یار و دوستان خود را دعوت نمایید تا اینکه با برادری مسلم باشند. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.